خواهر ما را سبحان الله نمیدونم یک بدبخت بیایم ماشین قطی بزنش با گپزنیش نمونه. سبحان الله برادر ما را امروز یک بدبخت منافق بیاید بزنه لطش کنه، ما گپ نزنیم، ما خب کنیم بیستیم. این از روی جوانمردی است. این از روی جوانمردی. خواهر ما امروز سطر حجاب خد برامگی یک بدبخت خدازاده بیناموس ماشین خدیجه خدایش رفتن. Блядь! Ебать! Блядь, ребенок! Пидорас! Конченый, ты что дотворил? Себе, да, что девушка гуляет с коляской. Причем, скорее всего, их же национальности. И эти твари просто скидывают. Assalomu alaykum, barodari aziz, umiduvaram ki خوب هستین، sog' salomat هستین. برادر عزیز، یک مشکلی وزمین است، یک مصیبتی که به سر امروز. برادر عزیز، این نواری که حاضر شما دیده سینش، ما خواهش از هر یک تا شما میکنم به خاطر همه برادر، به خاطر زنی توجیک خیلی دلشی بولشی میبینیم که کو چی میگن بعد کو هم آدمایی که میگن ما برای زن توجیک جون مونمیته مو انایتا موناوتا خیلی میبینیم دلشی بولشیش برادر جونم. برادرها زنی توجیکی خدمونه فرزندش قطعی یک ارمنین میزنه، ماشین قطعی میزنه، باجورتش میزنه. شما پروسا نوارا دا کنسا تماشا کنین، نگاه کنین که همورا میخوان ایمو ترما بکشان بگیرن. انایی برادر توجیکی ما از حسابی دستش نمیرسه، مبلغی که نداشت. این ویدیو ما گدیتا یک ریش ما نگاه کنین که ریشم پاس بدک دا او چقدر او اوما بود پیش ما دا که اکا مقصد گفت ما دا یوریست در کره ادوکات در کره خیلی مومنتو دا مبلغ ندارم، من خیلی سو ندارم. نگاه کنین که ما خودم پریویزیتل نه یکنی ماه پیش ویدیو را ثبت کردیم گرفتم خیال کردم که خیلی مشکلیش برقرار نشه که متاسفانه نشید. او را میخواهم ببرن و بعدا مردی تو نه انایجا ایشون بتین داد میزنین کنده که سینه میزنین بزا لایک بزا کامنتار افزا که نوار پاهن شوه که انای برادر دا دستگیری شوه یاردم شوه. از لایک کامنتار اعتماد فایده نیست، نیکی برادر دا رزولتات خوب شوه. که ما ببینیم که کنده که سینه میزنین که چی قدر فتنه میدوزین. انایی را من میخواهم که شما بگیرین پاهن کنین که زنی توجیکه زده ماشین قطعی قریب بمبره بیچوره با اومده بولاش زوری کرده با دشنام حقورتش کرده. انایرا ننگ میگن. انایرا ما میخواهم که شما رزولتات ایشون بتین، برادر دربارش چخ بیستین که شما به توقع چه حیث نکنه. فهمیدیم برادر عزیز؟ نوارا دا کنسا تماشا کنین، کارتا خیشای نومرو خیشای زنگش بزنین، خیلی رزولتات چه میبینیم. نوار چی قدر پاهن کشید همون رزولتات خوب میته. برای همون قدر باید ما میمانه گذاریم. نگاه کنین که دیگه میلاد بچه خاطر به خاطری که سطر داشته بیچاره. ما دیگه نمیدونم چی بگم برادر عزیز. من میخوام که رزولتات ببینم. مرحمت میبینیم. زنده باشه. بعد برادر عزیز، برادرایی که پدر مادر میخواین حج روی کنین برادر جونو، میخواین حج رویشون کنین، شیروی نر ایو که فند فریبتون میکنن نگیرین، چیز نکنین. آدمایی را که نمیشناسین میبروین نومرو زنگش بزنین برادر جونو سمیلا کارتون بود میکنن. برادرایی که میخواین حوض داکیمنتاتون بیزه بس مسئله گرانیت رفتن همین مومنتو دا اینا نومروش برادر جونو زنگش بزنین. بخشش برای رکلامای کوتاهی که کردمش برادر جونو، انشالله که یک رکلامایی که ما زدمش خدا کند که با سهمی خوبتر مونه در این برادر میگذرونیم و با دستگیریش میشود. خدا حافظ. نوارا دا کنسا تماشا درمون اومد، یعنی که برادر عزیز با سر برادرمون اومد. الحمدلله که برادر ما هسته. ما باید که حس کنیم که این مصیبت در سر ما اومده است. برادر عزیز نوارا پیشکی ببینین، نوارا همه طرفا ببینینش برادر جونو. خواهش میکنم از شما و برادرایی که مقصد یعنی که یاردم کردن نمیتونین حداقل لایک بزنین، کامنت های خوب بنویسونین برادر جونو. نگاه کنین ده برادر عزیز میگن همین مؤمن برادر مؤمن است. برادر عزیز ما دربار برادر نباشم، دربار ایش نباشم، دربار دیگرش نباشم یا که شما دربار ما نباشین،
پس ما یک جویا بدن نیکگدا в жизни نمیتونیم. به همون خاطر برادر عزیز باید ما سرجم باشیم، یک جویا باشیم و جفت باشیم. چرا نه؟ خواهشتون میکنیم یک بار دیگه میگم تو که از لایک کامنتار ایت یگام مایده ماده یگام فایده نیست شیرینات. به خاطری که همین ریکامنداسیا دا میغلطه، یعنی که برادرایی که الحمدلله میخواهن بفهمن، میخواهن که همین کار تو چی درجه رفته است، به حد مصیبت وزمین اومده به سر برادر سلیش که میباد برادر جنوب، یعنی که فرزندش حاضر بیمار از فرزندش حاضر به حد سیتواسیای وزمین ده اولوی فرزندش برادر جنوب فرزند شخصان میفهمن که یعنی که فرزند داره. ما هم الحمدلله نبود فرزند که نبود نداشتم بچگیم دا میگفتیم که ای فرزندش چی میگن اولی نه که مومنتی که اومد که الحمدلله میگه که وقتی که میگه درد هم میزنن که باید چوست واد میکنی. وقتی که فرزنددار کشیدم الحمدلله بازی همین میدونم که چقدر شیرین است. به همون خاطر برادر جانا بالای مصیبتی که بالای سر فرزند اومگی، یعنی که اویلش هم همچنان مایی کسل خوب در بلنسه هستن شیرین نه از خونه دارن باز خونه دار، یعنی که در بلنسه بود بعد خونه آوردگیان. برادر عزیز نواری که شما دیده استین این مردکی که قپیده آوردگیشان و نوار ما پره نمیتونم مونده به خاطر که یوتیوب نمیمونه، تلگرام دا بدونید در تلگرام خوب تماشاش کنین. باز برادرم گپ میزنه که همین سیتواسیا چیکل شدگیای یک شخصی که زدگیشه چیه پدروبنا گوشش کنین دا برادر جانا و خواهش میکنم برادر بهوده زنگ نزنین برادر جانا. همین خالی سریلا کدامید که یردم میکنین یردم که کدامید نه برادرها همه تون بکنین. برای چی ما نکنیم؟ امروز خواهر ما را سبحان الله نمیدونم یک بدبخت بیایم ماشین قطی بزنش با گپ زنیش نمونه. سبحان الله برادر ما را امروز یک بدبخت منافق بیاید بزنه لطش کنه ما گپ نزنیم ما خب کنیم بستیم. این از روی جوانمردی است، این از روی جوانمردی هم نیست. در حالتی که ما خب میکنیم باید که ما گپ زنیم، باید که ما چخت باشیم. برای هم برادر جانو حاضر برادر را گوش کنین، خش رو گوش کنین که همین سیتواسیا چی خیلیش دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم اکا جان. سلام علیکم اما یور برادرو اکا جانو. امی اکای لنگاری مو مقصد الحمدلله که یافت ادرسو هم گفتی گپو تکلیف کرد امی ویدیو نوارده. راستی گپی هم یک ماه پیش برین در اویلای ما یک حالتی بزب شده که یک جان رسیده گفتی گپو ماشین در مست الست میشینه میبیه در پیش خونه نزدیکی ده اویلای ما قطعی زنم و ماشین پخش کردم میگذاره که ای در حالتی ریلیگیوزنی مقصد نینویست پوچ و دشیدگی اکا جان. ما همون روز ایکار آمدگی خونه ده خواب در سخت تختخ میشوه یک کوریر بچه توجیک خدمون در هوی میکنیم ایستادگی میگه اکا جان خاطر جمع رفتیم قسم امو مقصد بچه که مقصد اویلتون هم خیلی حالتی بزیب داشتیدگی سکوری پومش همه چی در اونجا جمع زگش مختون نمیرسین دویده کده میره میبینیم مقصد هم خیلی سیتواسیای بزیب اونجا بچه هم پری خون خلاف خوب در زمین مقصد اویلم هم ماشین سخت زدگی میبرنشون بلنیسه با امر پروردگار برازگی خداوند کریم خی مشکلی قیندی ترین بود که ما پس سر کردیم انشالله همش نغز میشوه. یک مردک مست میشینه ضرولا مکه ارمینین میره همی کارا مقصد الحمدلله زنی من خیلی خجاب خطی محکم میبینه هم خیلی وای نینویس خطی اکا میره مقصد زیر میکنه حوزی وای انسان در سیزم محکمه یکا سود سلسنی کمیته در کافاش کار بردسته مقصد همش 100% مقصد برادرای مستم که یاردم کردستند تاش مختون میدونه که دور زمان کمتر دور قیندی یکا ما هم در دولتی بگونه مکه جان همو چیز شید حد اقل دست اومدگی کدام برادرها بود دبر کردن اکا جان بود دل نیشیم انشاءالله میشوه همش. بازی مقصد ای بلنیسه برو وردیم گودکورا خونه دن اکا جان سوک سلامت یعنی که بخشش برادرم یعنی که برادر عزیز نگاه کنین که الحمدلله که الله برکتش. برای چی ما وقتی که خواهر ما به حجاب باشه خواهر ما به سطر باشه یک بدبخت منافق کثافت خودزاده وقتی که پیون است یا که نمیدونم
یکی دیگر چیو زدگی بوشوه خواهر ما را بزنه با جوتا یا که خیلی سپیڅال هم خیلی کنه بالای همه زاگیش بدسته اومد چه خیلی بالاش ظلم کرده با هم خیلی تشون با پیش کار زدن امی اویله ما قطی فرزندم پیش هم خونه در یک دکانی مروجنی است این برادرای عزیز دیتا یک ماه پیش بود برادر جون این نوار یک ماه پیش پروماگی بود ایرا تمام کس دیدگی هم برادرای را بسیار برادرها دیدگی نو نمیدونستن که چی بود نگاه کننده برادر جون یک ماه خواهی همه برادر الحمدلله ایست زد و اوست زد و ایست زد و اوست زد مقصد برادرها یک چیزی هست که هممون خواهر داریم هممون انسان مسلمان هستیم زن این نیست که مقصد یک پرابلم در غلطی یا که یک ماشین زده شد یا که نمیدونم خدای نکنه و نکنه یکم چی شد ما در عوده بگیریم پرتیم از روی جوانمردی نیست بعضی نامردای هستن هم خیلی سیتواسیون را میبینن در عوده میگن توکلش به خدای تعالی الله برکت شده امروز یا که دوستانش باشه برادرانش باشه مثل برادر اومد در برش چیخ ایستاده حداقل باید ما همین خیلی در بر برادر همین تا چیخ بیستیم که هم فرزندش هم اویلش بیچاره در همین خیلی مصیبت غلطیدگی حداقل باید ما بیستیم دستگیری کنیم ما یار رفیق خوش گفتم که خب پسته جان در بدن دارن در برش چی بود برای 15 هزار جان یگان کس برامگی نیست برادر عزیز امروز همین برادر که در برش که ایستادی پگه همین برادر میبینه که همین خدمتی ترسیدگی شاید زنگش زگی سراغش کردگی برادر دو چند باره به تو یاردمش میرسد 1000 باره یاردمش به تو میرسد و همون خاطر برادر عزیز خواهر ما امروز سطر حجاب خد برامگی بدبخت خدازاده بیناموس ماشین خدیجی خدایش رفته با اومای بلوش دشنام حقارت کرده که نگاه کرده که گولک در برش خواستای بگریزه که خیلی الحمدلله که با یک راهگذاری دیگه عروس دسته عروس بچه هم میبینه استاد در برکشت کلیپای ماشین کشیده گرفته مقصد نموندهش گریختنی نگاه کننده برادر جونو همین سیتواسیون دا باید که در بر برادر بشیم باید که برادرها حداقل سومر نتونن باید در برش چخ بسیم باید در برش چخ بسیم که چقدر زن و زن که هستن اون ملت های دیگر هستن همین خیلن وقتی که میبینن حتی وینوت هستن ایدن به همونو میزنن کش و کش میکنن که مثلا یک سودش نکنن یکم سودش نکنن در برش چخ نیستن ما وقتی که میزنن من لوبای کار بسرمون میایم ما یک جای نمیشتیم ما میگیم توکلش وقت باید نکنیم هم خیلی برادر عزیز اساسی کار میده بود کجان راستی گپ من یک کامera برایم قفایرود کرد که اما آدمی که اوزی در پشتی پنجره شتگی وینونیا کجان پاسوتی ای قفاش چند قودمای هموطنانش خسته سوم دوده برآوردنی انوایا ما هم خلق مقصد اما سرجم مقصد پاروکنده نیستیم همجا همه کسی همی کار مقصد ببینیم شما را همی ویدیو که پنشی در کجان همون دیگه ملت میبینم مقصد میبینم میگه همی آدم را هم صاحب دارم مقصد یک کل مردم دوستان مقصد یک جویان گفتی گپا مشت یگان کس شکسته نمیتونه چلیک یک جای شید مقصد ما را تیت پارمون هم میبرورن همی اصلا و ما اولین درجه همی نینیمو همی دکی کجان مقصد ما نشان تیم دیگه ملت دکی مقصد ما هم هست شیر بچه که دبر مناست یکه انشالله همش بود دلنشون گفتی گپا با یوردی پروردگار با یوری دوستان همش گفتی گپا جمعه عمل نبشه اکا جان انشالله هزار آمد اکا سلامت باش بردار الان مشکلی توسط انشالله همش خوب میشوه یعنی که برادر عزیز دستگیری کنین نمبر تلفن خطای کارتای خطان دستگیری کنین برادر با 1000 2000 روبل هیچ که برادرو جانش برامگی نیست ما پیش برادر دا میگوش که ما هم برادرو عثمان و مگینست ما هم میلیونر نیستم خب با توانایی برادرها انشالله با هم رختم ما هم چختم ما هم سهم خدمت میگذرونم شما یعنی که برادرای عزیز سهمتون بگذارونید در برش چخ میسن همین مسکت دکم طرفش دیگه پادولسک در پادولسک نه برادرایی که در پادولسک همین مسکت در برش چخ بیسن نگاه کنید که همین کار تو چی اندازه میره و بدن همین خیلی مومنتایی که الحمدلله چختی سودن خدمت کردن مقصد رزولتاتشون دادن همین چندین همین خیلی نوارا با شما دیدیم برای برادر عزیز خواهش میکنم رزولتاتشون میتیم همه کسا در یک جایی سلامت باشین خدا نگهدار. هزار آمد.